عین حال ما در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر هستیم. الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک ما و شما باشه. اینجا مکان مقدس، در اینجا مکانی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا خوابیده است. بعد از او حضرت ابوبکر، بعد از او حضرت عمر، بعد از او حضرت عثمان رضی الله عنه در اونجا هستند. الله هر یک ما و شما را میسر و موفق بگردانه در این جایهای و مکان مقدس بیاییم انشاءالله. میبینیم که زن، مرد، پیر و جوان همه در اینجا حضور دارند. متاسفانه شما نمیرسین، خلاص حرکت کنین بیایین انشاءالله. حق اسمیه السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی الله عنه. ماشاءالله کلامت گرهی باشه تویر کنه بینیم انشاءالله. اگر امکان باشه لایکاتون زیر کنین و پدیلی کنین و دیگران بدرین انشاءالله. جا مکان ها را براتون نشان بدیم. اینه ها این چقدر زیباهای ماشاءالله. آمین آمین انشاءالله. خداوند هر انسانی که نیت مرام کنه خداوند میسرشون میگردونه باذن الله. ای موجه با همراه حاجی. حاجی با چو کردی؟ زنگ زده استن؟ کسی زنگ زد کدن مور؟ زنگ زد نمو زنگ زدستم من شما دیگه کسی زنگ زدستین؟ این دولت های دمی خودش میشه خش؟ هم خودش میشه خیلی همو زنگ زد وقتی نماز هم شما دیگه شکر که استن حاجی با نگه اینه یه بار بسم الله بگو. هر کاری کردی با بسم الله شروعش کنی انشاءالله کار جور میشه. نو هیچ کاری نمی‌کنم گفتم کم نمیام برو انشاءالله خوب میشه. حاج این حال امر خمال که میمونم بخونه یک وقتره سپت میچینی شاید که اینترنت اونو ضعیف باشه حاجی. فقط پرابلم شما نمیشه واقع فقط اونو را میشه واقع کم کم و نشید باید بردی پفتار بسم الله بگین انشاءالله که میشه. حضرت اگر امکان باشه لایکاتو نظر کن تو اینکه دیگه برادران بدرین انشاءالله در جا و مکان مقدس با هم صحبت کنیم. دولت علی جون در جای بود دولت علی؟ هم کلیگراد دوام خشم کشه در جا؟ کلیگراد خشم کشه آزاده خواهی ایره کشته اوخی حاجی؟ ها کشته بود نه همسویا کشته بودش نشما گیرونش که здравствуйте. اینه الو اینه دولت علی را دیدی؟ سوری ماشاءالله. اما تنجای الله نیابان تماشای نه جا مکان مقدس تا بخوریم بیایین. ها نه حاجی ها رفته ایستن. مردها ایس دنیا که تا فرد ایستن ناز اجازت پر اگر میدریم سلام میتیم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر اجازت بتن. اگر نمونن اون وجه زنها روضه رفته ایستن. روضة من رياض الجنة. حاجی بیا بریم استاد بیا بریم سلام بتیم. این از ما بریم سلام تی. خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشانتون میتیم. از نزدیکی اگر کی سرمون نکنن تلفن دست ما نگیرن. اگر امکان باشه لایک نظر کنین. لبک جون. علیکم السلام حضرت. دایفیرم. الحمدلله دایفیرم ان شاء الله ساق سلامت بر چی را برام زنگ تو میزنید. افیت کدی بچو خونه. اینا بابی حاجی دایفیر بدرو صلاح جواب داد دایفیر حاجی را میبینی. حال در ویدیو بعد قطعیش چون کم یکیم بعد میپرتامش کی بینیش در اینترنت. دستش دعا کنید ساق سلامت. حال دایفیر بدرو قطعی حاجی چی درو میسیم.
نزد قبر رسول الله در مایسته اما افیر در بدرو انشاءالله میبینیشه اللي برا دي خب پانو بخدا خب اوچی گو رجبک زکی کنه کی کن نشا هم کس با نگیرش دیگه شب قیمت هم نیست نه این اینه برداره کی دولت دیده اکر نویو گرفت است غم تیره خلاصی که برداره نزیز لکیوتو نظر کندم و برنج سلام میکنم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اینه ها فریاد گوشی خطی تا میریم خدا موفق گردونه و بعدا انشاءالله همون کت نظر که 99 هدامین انشاءالله بسیارا بدرویان ساچم بو شکلی تو آدم کم ادنه نبروگی بود آدم کم درو مگه فکر لایکوت نظر که نزدیکی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میتونیم ببینیم شاید که بعضی تو عشق محبت پیدا شود رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیاریون میلیارد ها آدم ها دیدگی نیستن اما محبتش در دل ما هست الحمدلله حتی رسول الله پیش از مرگش فقط امتی میگفت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد حجت اجازه دیگه بعضیش سلفی اینستاگرام دارن بعضیش سلامتی رفته‌اند ای نزدیکی خلاصی که باز داخل مسجد هم نشانتون میدیم و قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم شما فقط لایکاتون نظر کنید بسیار برادر بدرن ببینن کسی که میان انشالله حالا شما در عربستانیم بیان انشالله در همینجا در خدمت هستیم سه که دستمون بیایه به قدر استطاعت کوشش میکنیم خدمت میکنیم همین کار میمونه فقط نیکی کاری خدمت در حق برادران مسلمان مهاجرا مسافرا و غریبا اینه ها ببینید که همه اینها کار دارن بار دارن زندگی دارن امور حیات و بندگی دارن لیک انشاءالله که بازم همین همشون اومده ایستن ماشاءالله خداوند ما و شما از این جاها محروم مگردانه بهترین جاها الحمدلله یادم که بگو زنگم بزن اینها ببینیم انشاءالله لایکات رو نظر کنین حاجی ها خاری ها ملا ها دمله ها بینندگان خوش وقتی سلام علیکم السلام بله سبحان الله اینها این در اومدگاه باب السلام باب رقم نمبر 1 باب رقم 1 اینه ها در اومد سیب خب شد حاجی باب گی بدخل بسم الله خیر موزیه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك نه حضرت از دگیره میدریان لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله سمدرين ها فيلم حاجی 150 کسین بنان در کدوم دیگران بدرویم این ها داخل مسجد در اینجا یک تاشت محکم که دوجه زن ها در اومدگن نماز خونده استن ایسه چی های دوی مردکان که باید برن سلامتن به رسول الله صلی الله علیه وسلم بله بله این اینجا روزه های
پشتی هم اینجا روزه های اینجا در روزه های خنده که؟ ای ماشاءالله الله قبول است آمین آمین همه چیه؟ یه دوران الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نعم يقرأ دمون يكن شكل زحمة هاي حمى منه زيارة رسول الله مديان هر انسانی که تماشا داره خدا نصیبش بگردانه ان شاء الله. خدا نتیجه محروم کنه. ببینید یک کس مستفیده یک کس مستسیونی یک کس منگوش گرفت خربه و خرابیم در اینجا وجود داریم اللهم صل على نیاش روزه برمایسن پشتی پرده روزه کسی که در روزه بود باقی از باقا جن منبری روزة من رياض الجنة بين بيتي ما بينها جرياك نسيجي بين خانه ما وبين روزة ما بين ومنبري بين خانه ما ومنبر میگه روزة من رياض الجنة باقی از باقای جنت میگه سبحان الله سبحان الله شما را نصیب کنه جنت فردوس ان شاء الله. حاجی ما گم نکنیم بو نه حاجی گم نکنیم بو ماشاءالله. حرکت کن در کن روزه رفتن در کن برکت موز خوندن الله حرق غریب و مهاجر و مسافر نصیب گردونه. اونا او طرف ماهیان محکمه نمیشه بتونی بدرو کجا دیر شد فرش یکا بس ده قسمش که اگه انکی زحمه بعد نشه چه پروب کشید الله سبحانه وتعالى حركة دمه وشموره ميسر وموفق بگردانه در این جای مکان مقدس. الله هیچ مسلمان محروم مگردانه ان شاء الله. آمین آمین. خدا حج شما را قبول بگردانه که نصیب کنه. بیایید اینها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالنا وأنتم لا تشعرون. سننزه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدين شكرين دود نزنين في غنكنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. صلوا على النبي يا الشباب. اینها اینجا جوش که میبینین یک دونه کو جای قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینم جای رسول الله ہے. السلام علیکم. این جایش حضرت ابوبکر. السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا میدونیم نیجه قبر رسول الله های نیجش حضرت ابوبکر و حضرت عمر. يلا يا اخوان اللي واقفين تقدم يا زايد تقدم يا زايد. ايوه تقدم قدام يا زين. زايد يلا يا زايد. السلام عليكم يا رسول الله. تقدم يا اخوان. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إنما رد رزقك السلام ما يسان. ما يسان. الله المستعان. واجبات دیدی؟ این هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبه. بیچاره برای ماشاءالله. سه بار بهترین کار کردن یعنی یه بارم بیخ درو شما بهترین درو شما روزه رفتن درگاه رفتن. دوتر اینجا خونه هاشن محکمه اینجا او طرف نمیدونه این پیش پرده و زنکان او زنکان رفته سندین اونجا زنکان کنه جمع شگن نباید زنکان باید زنکان گروپ خود باید بیان بیستن اینجا زنکان خود ما نمیفراشت پسش فورید براوان باید بیان جمع شن اینجا براوان بنابرای خطی باید روزه بدرویان لیک یکی بعضی مرداشون دیگه زنها شده او جهان یه همین مردی ما کشیدی حاجی؟ بگو مردی ما همین نماز میخونه 10 دقیقه خونه میروند همراه بگو مردی ما همین نماز که تیار کردن 10 دقیقه میروند همون خونه میگو کیلو میبره همین قرار در خونه 6 دقیقه بگو ماشاءالله اگر میلیون ها بارم بریم کمایی خواهد که اقدر استطاعت شما اقلیم سالیگا بودم خودتو بورشگاه ترمانو بخیر خمداریات بورده یا بورجا بای ماشاءالله باز میرم در خونه چای میخوریم با میویم انشاءالله روزه میدرویم خب ساعتی بوده که الله بکنیم که پگاه میریم اگر سرچانه بریم بعد از پیشین طرف مکه میریم انشاءالله برادران عزیز 149 آدم این 49 آدم تو لایک تونه بونید بردم بسیارتر بدرویان با هم صحبت کنیم انشاءالله خربی انشاءالله کشید باید اون کزیانه میوریم تو رمضان صاف سلامت انشاءالله پگاه میرسه پگاه مران در مکه میرسیم ساعت یک شب ایشا میرسه در مکه و انشاءالله کچی میکنیم بگیریم الله نیابونتون باشه چحال دارین خوبین تنجی سلامت جاتون خوبه ایره کجا گرفتی؟ همجا این سنگ شیعه من بیدیم او با امو بوستش امو عربه چه اوچکا دوار دار کن خودش داد پیش کن خونه گفتم قاعد نه نگردون قدید برده کجا مونوش چی میکنی؟ چیش من هیچ کارش نکن پرتاوش چی باید کنی؟ در کار ببید ما در جبک ما میگردونده ایم نفهمیدم میگم اون گروتش او در کار محرم بود ما بالا بایی جان نمیره بگی؟ ببرسی کدایی بود شکرا نه او یک خیلی شما اونو شدنو جای اونجا میمونش او یک خیلی گاش نکردی تو تماشاکی بو میکنن خب دیگه های این سنگ های ایوه نه یک حاجی گرفتی چموش دیو بعد تو میگم بیا پرتماش نمیگوی کن خیلی با چیکار پرت یا جو بیره بودشان آخه در بیرهش میمونده اون دستی مودم داد مشکل اون پرتش بعد او دامو سر به پرت نه یک حاجی در جا چیز بتن چیزی خوردنی تن بگی خب پلت بتن بگی او زمزه هر چیز نه تو بگی چیزی که بگیم در کار نیستن یکون دکتر میگه یکون چیزی که میتونه در خودت نیستن نگیرش که مثلا چی میشه آه او زمزم گفتی ما اوزیجه او زمزم ای چی میگیریم کعبه کعبه ان شاء الله اگر کی تو رو گوره گپ زنم قشنگ بمونن بریم هم چشمش میگیریم
مایله؟ çünkü خلی جمع کردم مایده کلا؟ شلو مایدک مای ها تمام تو برای امور 20 میگه خطشی خیلی چی میگیری؟ برم نیم لیتره یا لیتره جمع میکنه دو جمعه تیم تو دستم کاسه جمع مایده چی خیلی که محقول تو جمع خیلی میکنی؟ مایلش؟ ای بارک الله خارجان در حقی پدر مادر دعا کن در جای مقدس الله سبحانه و تعالی پدر مادرتون به جای مکانی که مقدسه در جای نصیب بگردونه خیلی گم محرومتون مگه انشاءالله اوه حاجی باید شو بگو چی بگم ای اومدگی تو شیمون هستی یا نه؟ چی بپشیمون میگم ما بیام بگو ما دیگه با بیای ای ماشاءالله ببینید که حاجی چند در آمدین حاجی با 65 ماشاءالله ببینید که والله در سن 65 سالگی الله قدرت و تواناییش بوده که اومده است بچه‌ها یاش بسیار گفت یا براه میگرده با میگه شاید که ما دیگه میگم فرام با بیام ببینید که چقدر مثلا که محکولش دیگه یگانه چیزی است که در این دنیا شیمانی نداره این طاعتی بوده که الله حاجت قبول کنه حاجی سوی آمین آمین هر کسی هر دعاشون دیده در همین جا مکان مقدس بیایم در حقی همین جا دعا کرد که بسر در خط یا دعاشون که حاجی بو کی پروردگارا هر کسی که ما را تماشا داره در به این جا مکان مقدس نصیب شما بگردم هر کسی که قرض داره قرضدارش ببروید هر کسی که به فرزند خدا فرزندهاش نصیب بگردانه هر کسی که پدر مادرش دنیا گذشته خدا پدر و مادر شده عفو و مغفرت کنه گناهاش داخل جنت شد بگردانه الله اکبر این حاجی صاحب درک دعا کرد الله نیابان شما باشد این حاجی دیگه با قلده اینه خدا خوبه کردی شفاعت کردی انشالله دعایی که ایستانه که دعاش حج میکنه انشالله دعاش قبوله بیزن الله انشالله دعا کنم انشالله دعا میکنه خودش با شما را دعاش دعا میده فرزندش نصیب گردونه چه خیلی حاجی؟ شما گشت دعا مردم دعا کن مردم نه 186 شدن تماشا دارم های لاینا کسی که نیت خیر حج اومدنی داره خداوند نیتاشونا بخیر بگردونه به جا مکان مقدس خدا نصیب شما گردونه و از اینجا اومده بهره برند یک قرضی که در هر رکنی مسلمانی باید بجاش برن بله این عمره در رکنی چی نمیده العمره الى العمره مکفرات لما بینهن از این عمره تو عمره دیگر الله همه گناها رو میبخشه ان شاء الله حرکت کنیم در حج فرضه ان شاء الله یک جا بیام نه حاجی سعید ماشاءالله یعنی حضرت در روی اکران که نیستن یعنی گم میکنه خشونه وقتی گپ زدن به هم خاطر نوزنه پنیتی پرستید 188 شده من الحمدلله لایکوتان زیر کنده دیگه برادران بدروین حاجی‌ها دعاشون دعا کنن چی تصور سماجی کجا دویده سعی ای ماشاءالله ما چند بار شما رو چند بار فهمیدم تو من 65 رفتم وارم گرفتم گفتم کو 322 هم میبره راست تک میره اینجا رقم داری نه 305 اون 303 305 طرف رفتن میگیری 320 میشه وا انا ما فرقاشم نه 302 میپری فرقاشم اخناش یک عربا پرسی ما کشور بعد بگردم عربا وقت چیزا با پرسیدی ای ماشاءالله این یک حاجی در سن پیری هم باشه به هر زبان قطعی میفهمونن حرکت میکنن شبود میکنن یعنی مردمی که عمرشون رفتگی تجربه حیات زندگی که دارن چون کارشون پیش میبرن بعض با تلفن قدیما میگیره دیسپوسه تو دست بودن میکنه حاجی ای خدا عمری دراز و توجه رو برکت ماشاءالله همو در باید هر آدم صورت میگیره در پیش میمکنه همو در را فین الباب میگوی این الباب ما 305 رفتم 300 سیمروی کردن برای دندون انا باز گفت سرگران شد رفتم یک حاجی دندون رخصه حرکت کرد توات کیست باز میاریم چای میخنه میبرم دکتر بعد برامون راگون زمان کنیم ما
روز اول هم نشونش کردم. در جای درکوری نمیگیم، در جای نو درکوری هم قدم میتونی. جای درکوری؟ جای درکوری؟ جای درکوری دسته رفتن در کور. راگم زدیم بعد. اون گپ چپ. راگم زدیم بعد بیاد. بچه کپوسی میشه. اوس میمونه درمیون برم. من سه بار در اومدم این رفت. در اومدم تو آخرش رفتم پرده را نمیمونم بدونم. یا نه پرده را ایها اوس میاد وقتی زنکای پرده در اومدن. نه بعد گفتم بیای میمونی. اومدم با نموندم. با کم زمان گفتید بیو. یک از پرسید بعد ایش گفت. در اومدم کرده با سلام دادن شاید فهمیده باشه. ماشاءالله مردم 217 آدم تماشا داره. ببینید مردم بعد از خفتن تو حالی هم که چقدر زیاد آدم ها. ماشاءالله کسی بیاین با همراه اویلاتون بیاین با هم قضیه راحته. هم دنه حاجی بزنک بچه دیکت میشه دیکت باشه با خوبتره. ماشاءالله کسی که کوشش کنین والله هر انسان نیت مرام کنه مقصد کنه الله خودش میسرش میگردونه. یه بچه مایده که سه گولا کرده یه گوش میرسه اون همون ایست گولا کرد بعدم نسته برای این در راسیه خیلی میشه هم دیگرانی آورد یعنی در دوری بود که نتونستیش آورده. نیت نگیم صدقان باشه. ماشاءالله بله حاجی هم میگه نیت صدقان باشه الله خودش تو غریش مینه ختان میخیزن میاییم. یکی نماز خونده است دست به دعا حاجی را بینید. یکی ماشاءالله نه حاجی بینید دست به دعا ماشاءالله الله الله طاعت عبادتاتون قبول کنه. ماشاءالله حاجی خدمت کیستن طاعت عبادت الله کیستن. بارک الله الله برکت شما بده هم در دنیا و هم در آخرت. هر کجایی که باشیم به یاد عبادت الله باشیم. خدا میسر موفق تو بگردونه. نه هذا مدار مدروي فتح بوك إن إجا مشاكل دي متاج ببروي إن إجا ونصوص نقاسين شوي موان يا حاجة ربنا هم فروق مسجد هم خلوا دامه ما شاء الله كك فروق رفتاقي مسجد أبي بارك الله بارك متریای خوبتان آمین. خدا حج ما را قبول کنه از این حاجیارم و کسانی که با همراه ما آمدن خداوند حجشون را قبول کنه. توفیق بندگی را برای هر یک از ما شما عطا فرمایه ان شاء الله. اگر مکه میریم یکی اگر کشید ان شاء الله حتمی ویدیو میکنیم سیون میکنیم که فیلم میکنیم. اگر که طلبدار فیلم باشین بنویسنده جزاک الله خیر بین بکنیم کنه. ماشاءالله اومد اول نمیخوام اومد مرا ماشاءالله قبولشون کرده به نهایت خوب. ببینید از خارج حرم یا با چقدر آدم شتگی ها زده که من شام تو میبرم. تنم درام دی؟ ای ماشاءالله. این داخل حرم سطح حرم و این ای بر حرم خارج حرم. جان صد هم خونش ها از جان نداره بله رحمی و اینه ماشاءالله بارک الله. ما این روز گفتیم قبرستان میدرویم که
متاسفانه 171 آدم 171 لایک ماشاءالله. متاسفانه رفتیم که چی شد. این روز مرده نبوده، گفتیم قبرستان بدرویم که نموندن در اومدن، مرده نبوده. خلاص گپ سحری باید بریم ان شاء الله. اینا بیرون از مسجد ببینید که چقدر آدم ها هستند. یعنی در اینجا جای خالیش ما و شما نمیرسیم. که ما که آمدیم شما نمیرسین. خلاص گپ بیاین اینجا مادرها. الله قبول است ان شاء الله. ای ماشاءالله. بیا مادران ازبکستان اومدگین. ازبکستان ماشاءالله. دفعه یه حرکت میکنیم که در سمکو نشان دیگو. اینا اسلام تور حرکت میکنه در اینجا. در جای نی مسلم تورش در اینجا فلاگ تاجیکستان باشه. مسلم تور و اینجا صلاح جامعش بینکیم ان شاء الله. اینها وجهه ببینید که مثلا بعضیش اینجا یک نعمت یا حکمت در جامعه هجوش تگی خورده استن. اون وش در جاش تگی و زمزم تگی چه خورده استن. نه یوش در اینجا تقسیم کسی کدام حجومت تقسیم کرد که تلپا شد بین. اینجا به خیر میکنه تلپا میشه. نه مردکان رفته سن جنگ میشه روی تلپا شد. اما خیرات شما میکنه تلپا میشه. یعنی حضرت میاد فقط سلام میته. این برادر ماشاءالله. حاجه اینجا باشه اخباریه. اینه ها خلاص گپ نه پشت اینه می دامه پشتش می دام در چسبیدگی گسین سری ما اینا جا میبره که راست اینه حرام. ببین چقدر اینه حرام. اینه اگر خیلیش بگیری که خونه ما مسجد فقط یک راه تمام 20 قدمه هم خیلیه حرام. اینجا هم داخل حرام میشه با اینجا هم اینجا پری گسینسا بوده. اینجا خلاص گپ گسینسا رو مدلیت کردن گم کردن. حال آینده نمی دامای رو میبینین. این دامای قیمت بهان به نهایت دامای قیمت بهان همه اینا رو گم کنن آینده ان شاء الله. در اینجا زیاده 20 دام بود. همه شکر کن. اینه ها ببینین نمی دام همینجا پری دام بود گسینسا بود. جای چی بودن مغازینای کلان سوپرمارکت ها بودن همشون نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر حاجی ها، به خاطر انسانانی که زیارت خانه خدا میان تا که زحمتش بیان چون عبادت الله خوبتر و بهتر کرده بتوانند. و هم خاطر فرصت از دست ندهین. الله قسم همه چیز یک عبادت الله نمیگوید. دین مقصد که اگر دنیا کرام می داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا این دم زنده می بود. لیک و علیکم السلام. اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الدنیا ملعون و ملعون و ما فیها. دنیا لعنت شدگی وارث در دنیا الا عبادت الله الا اعمال صالح. بالlar interest plus 100.000 kelasın mı? Kelasan mı? Saudiga kelasaz mı? موجیک مخلص سیت الو هم کلمه الو رو هم خوش میبینم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله هر یک انسانی که ما رو تماشا داره تماشا کرد دیده بود و رفت و آمد و دیگه و دیگهش. الله قسم در نمازام دعا میکنم خدا هر کدومش ما رو نصیب بگردونه و اینجا مکان مقدس در هر انسانی که به تاجیکستان و پیش تاجیکستان پریود کلاده ان شاء الله بارم من ای ماشاءالله. خلاص گپ که الله توفیق بندگی برای حرکت ما نصیب بگردونه. ملک و مال دنیا برای یکی اونجا خیزن سفر کنین. واسه که یک بانکچه مونین هر روز حداقل 200 سومی 300 سومی 500 سومی 100 سومی 50 روبلی 70 روبلی 30 روبلی 10 روبلی کپیلکا کنین. یک میبینین که روزش بروز الله برکت زیاد کرده 5000 10000 میپرتای. یکن یعنی پلی حج عمره برآمدگی حج فرضی هم برآمدگی پلی پدر مادر هم برای یک جای میخیزین سفر میکنیم. این حاجی ما
ای ماشاءالله حاجی ما اینجا جمع شدین کو این حاجی ما اینجا این کو بیا حاجی صاحب بیا کدوم دعا دادم بتونین در حق بردار دعا بتین حاجی بیا کدوم پد پیش چی ویدیو تماشا دارن مردم کی دعا دادم بتونه دعا بته برای حاجیو برای دمو تماشا بیننده ها اینی زنک دبن پیدا شدی زنک میطلبه بیا کو ارجان بیا دعا کو سلام علیکم حمودی ما همینجا هستیم که تمام تماشا به همین رقم اتصال میکنم در واتساپ دیگری کشته است بیا دعا بته بیا شیرین نه همه حاجی کی بارک پروای دنیا نداره اینه ماشاءالله انشالله دعایی که صدقاً میشوه اجابت میشوه آمین اصلا خداوند هر کسی که تماشا داره به جا و مکان مقدس نصیب شما بگرد چگونه که شما اومدین و مثل این حاجی ها بیا یردم میکنه هر خیلی کم ویدیوش هم میشوه در بردیل نگیره تو مینوسا رو نقل میگین در دعات تو دعا که پروردگار رو بگو کسی که قرضداری رهاش بده پروردگار هر کسی که تماشا داره خانه مقدس نصیبش بگردانه ما دعا میکنیم شما آمین بگه اگه نه پروردگار هر انسانی که تماشا داره به مثل همین حاجی ها نصیب شما بگردانه جا و مکان مقدسه هر کسی که قرضدار خداوند از حاجت قرضداری بیرون شما بگردانه هر کسی که به فرزنده خداوند فرزندهای صالح و صالحش را نصیب بگردانه آمین میگن قلم علی محمد تو بگو آمین هر کسی که به زن خداوند زنی صالحه سالم و سالمه صالحه را نصیبش بگردانه و همچنین فرزندهایی که با طاعت عبادت الله وشن همیشه نصیبشون بگردانه آمین پروردگار هر کسی که نیت مراد مقصد نیک داره نصیبشون بگردانه اینها را با همراه ما چشیدن هر کسی که برای زیارت خانه مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت مراد و مقصد خوب داره نصیبشون بگردانه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين هنا حاجات جزاكم الله خير بايجان Are you from? من أين؟ باكستانية بايجان كاله أي ما شاء الله मेरा उर्दू थोड़ा जानता है भाईजान अरे माशाल्लाह अलैकुम अस्सलाम हाज मकबूल है भैया आमीन देखो हाज कबूल शा मेगा पाकिस्तान मैंने एफिर यूट्यूब इंशाल्लाह यूट्यूब ايوه يوتيوب معلومه يوتيوب دعاء سوي ايوه انت تسوي دعاء وتمشي دوران ان شاء الله ان شاء الله لا تنسونا من دعاء صالحكم سيء خلاص ان شاء الله جزاكم الله خير امين امين السلام عليكم الله نيابون باشه برتو تبتروش ما شاء الله خیلی ناجیو جبیو اتی شو مینوس نقل منی مینوساش نمیگم محترمان من ترا گفتم توجکی قطعی که اینجا ده همین پستی و بلندی داره حرکت کردن در دعا که یه ناماده تو میگوید اجازه پستی بلندی نه یا تماشا دارم انا نگاه کن حق توریج بده میشو گریم جوش رفتیم که گفتیم زیارت کردیم حق امی هر یک مینوت شکو غنیمت بدونی غنی خیلی تو بداره اوکی من همین خیلی گفتم خیلی نه نه مثلا از ما رفتیم مقصد گپی من هر پستی و بلندیش میشو گریم ای بفرش نم در دیوان بشینی این خیلی بگو اخی مثلا بگو تنبل نشین لودر نشین بیان تو عادی عبادت الله خوبتر کن این را بگو اخی همه اونا میگم همه اونا میگم حاجی خوبه چی گپ میزنی تمام گپ نیست صبر کن نگنی
صبر کنیم مگه مچور کنیم خاک گپ همین نه که هم خدا بمرود مقصد برسونه شونه همه را خدا تحقیق ایمان بکیم همین روزایی که ما دیده هستیم در همینجا خدا همه را به همین روز برسونه آمین آمین وقتا تماشا میکردیم ارزو میکردیم پس هیچیش نگرده دنیا دو روزه یک منوته یک سکونده دروغه همین فقط دروغه عبادت الله فقط حتی عبادت اینو همش خیر نیک خیر نیک ان شاء الله من الله که راهگم میزنم کمک خیلی گپ نزدم برای همین هم خاطر الله سبحانه و تعالی یابان باشه پشت نمیفهمه یا پرتغال نه بله ان شاء الله میفهمم الله سبحانه و تعالی یابان باشه خلاص گپ کو حجت چی پلان دورن وقت در امان الله السلام علیکم